شد استاد ما لا شد وقتی ما خسته شد استاد ما خسته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. محمد ضیای باهنر هستم، منطقه شغنه علاودینی ولسوالی ناهور. امروز تاریخ فکر کنم 1/2/1405. در جای آمدم با ادامه ویدیو با ما باشین دوستا. واقعا جاییه که هم جای خوشحالی داره، هم جایی که وقتی میگردیم دخترها و بچه ها میه مکتب آدم بسیار خوش میشه، لذت میبره. و متاسفانه هم جاییه که یک مقدار امروز ما رو واقعا در تشویش انداخته. ساختمان مکتب، امکانات و نبود وسایل و امکانات از این مکتب. ما امیدوار هستم که در این ویدیو با ما باشین و در ادامه نگاه کنین که چی چیزایی رو شما میگردین. مکتب متوسطه شهید قربان علی، البته متوسطهش سال تاسیسش 1386 و ابتداییش هم فکر کنم 1371 یا 72. ما دقیق اطلاع ندارم. دوباره بازم از مدیرش انشالله سوال نم و در جریان میذارم. دوستا با ما باشین. خود من و شما سلام. شاگردان عزیز خوش آمدین به مکتب متوسط شهید قربان علی. سال جدیدی که پیش رو داریم سال 1405 هست، آغاز مکتب هست دیگر. امروز هم تقسیم اوقات و کتابم برایشون توضیح میشه، انشاءالله توضیح شده کتابانه. کمبوتات هم بازم برایشون کوشش میکنیم پیدا کنیم. خب اگر احیانا کسانی که کتاب نداشت مجبور است که برادرایشی پدرایشی از غزنی باید بتونیم. خب یک کوشش کتابای خود چک نکنین. کسایی که کتابایشون مثلا گرفتین جدید خوش کنین کتابا. در سال دیگه بازم این کمبود کتاب میاد. خب کوشش میکنیم که اول درس انشالله خوبه میشه. هم تعلیم هست هم تربیه هست. وقتی شما تعلیم میکنین، تعلیم درس میخونین، تربیهش هم باید داشته باشین. فهمیدین؟ در کنارش ادب داشته باشین. دوستای عزیز، سالن مکتب متوسطه شهید قربان علیه. به این منوال که 2 تا پایه در سالن ازی خورده و وضعیت ساختمانش هم به این حده. ما امیدوار هستم که توجه داشته باشین. ما ببینیم که چقدر تصویر بیشتر میکنم. سالن مکتب متوسطه شهید قربان علی دوستای عزیز چو کاملا پاییننده، بسیار در یک پایه یک چیز ناچیز استاده و ما بازم برای مسئولین مکتب برای مدیر میگیم که یک پایه دیگه هم ده حتما، چون این پایه هم خیلی اطمینانی نیه، مقصد سقفش پایین آمده. آفرین بچه ها، خوش باشه. صنف دوم، حال و روز صنف دوم ساختمان مکتب. دوستا قسمی که شما در تصویر نگاه کنین چوبا خم شده، متاسفانه چند تا چویزی خم شده دیگه.
اوضاع از اینا بسیار خرابه. ما در تصویر میکشم بلدشم. این چوب 1 2 3 4 5 6 7 تا چویزی خم شده، یعنی چوبا امکان داره که هر لحظه بشکنه و شکستم. پایه زده زیرشی که تا نشنه. صنف اوله اینا تازه امروز اندن، امروز که نه از شروع مکتب آمده. صنف های اوله و ما امیدوار هستیم انشالله که روزه های باشه که شما آینده از این مکتب از این منطقه باشین. او بچه میخوای درس بخوانی چی شنی؟ انجینر شنی یا دکتر شنی؟ آفرین بچه. خوش باشی. آفرین بچه ها. صنف چندن؟ چهارم. آفرین. درسایشون خوبه؟ آره. استادا خوبه؟ آره. آفرین بچه ها. امکانات مکتب چطوره؟ مکتب هیچ چیزی داره؟ کتاب و قلم و کتابچه اینا داره؟ نه. ساختمان چطوره؟ خرابه. دوستای عزیز نیاز به این نداره که شاگردا بگه. من تک تک بلدشم تصویر میکشم. نگه متاسفانه خیلی جایایش یک دانه نگهبان داره مکتب که خیلی جایایش گل میزنه و دیگه کار یک نفرم نیه. حتی کاری از این مردمی که من صحبت کردم گفت واقعا از توان از ما بالایه. ساختمان از این مکتب کاملا فرسوده شده. آفرین بچه‌ها. این صنف نهم قسمی که ما سوال کردم از شاگردا دوستا. بله یک تعداد شاگردایش هم هست، یک تعداد چه وقتی تفریح فکر کنم بیرون رفته و این وضعیت چه متاسفانه. حتی قبلا پنجره نداشت. ما قسمی که اطلاع گرفتم این پنجره را از کدام مسجد کمک آورده. پنجره هم حتی نداشت. دیگه دوستا در هم حتی نداره. این مکتب صنف کم داشت داده، یعنی 3-4 تا صنف این مردم این توانش بوده که خودگونش جور کرده. یعنی پنجره را هم فکر کنم از شیشه که نداره چی، هم چویش را هم از کدام مسجد آورده. مسجد پنجرهاش بدل شده و در هم نداره. درسته؟ همین قسمیه نه؟ دیگه واقعا وضعیتش تاسف باره. من امیدوار هستم که خیرین. دیگه خودشون میدونین که کمکایشون واقعا در کجا مستحقه. دیگه از یک مستحق تر ما جایی را نمیگرنم. و این حال و روزی دستشویی مکتب متوسطه شهید قربان علی. دوستای عزیز ما نمیدونیم که دی شاگردا چه قسمی دی دستشویی ها موره. اونو 3 تایش 2 تایش بخی کاملا تا شده و اینایش هم از نبود امکانات اینا کلن پایین آمده. این حال و روزی دستشویی های مکتب متوسطه شهید قربان علی. دوستای عزیز مکتب ابتدایی مکتب متوسطه شهید قربان علی و این دستشوییاش. الله الرحمن الرحیم. اسم فرشته ولد ذاکر حسین. صنف ششم مکتب متوسطه شهید قربان علی. مکتب سقف خراب، کتاب کم بود، میز چوکی خراب شده. 3-4
سقفش خراب شده. بیننده های عزیز، دوستای خیرین و هر کس که این ویدیو رو نگاه منه ویدیو رو میبینه کمک کند. آفرین. الرحمن الرحیم. اسم من ابوالفضل ولد رمضان علی، متعلم صنف ششم مکتب متوسط شهید قربان علی. از تمام خیرین تقاضا می شود که به مکتب متوسط شهید قربانی توجه نموده. 3 صنف این مکتب از بین رفته است و در اثر بارش ها خراب شده است. از شما تقاضا می شود که به کتاب های درسی و قلم کتابچه توجه نمایید. خب مکتباشون سقفاشون پایین شده؟ تمام 3 صنف از مو خراب شده است. بعد در روزای برف و بارش چی کار نین باز؟ به وقتایی در اینجا درس میخوانم. حتی نمیشه که در روزا داخل صنف هم بشین، درسته؟ آره. در روزای برف و بارش کجا میشینین؟ بیرون میین؟ مجبورن که بیرون بریم. درست. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رجب علی شریفی هست، یک از معلمین بر حال مکتب متوسط شهید قربانی می باشم. چندین سال است که مثلا در این مکتب وظیفه انجام می دهم. دیگه مکتب ما در سال 1371 تأسیس شده است و در سال 1386 متوسطه گردیده است. لذا در این مکتب ما توجهات زیاد نشده، ساختمان زی فرسوده شده است، یکی از ساختمان های خیلی قدیم هست. شاگردان خیلی بسیار در سختی درس میخوانند. دیگه از لحاظ کتاب هم خیلی کم بوده زیاد داریم. دیگه از لحاظ مکتب که ساختمانش خیلی فرسوده است، پنجره و کلکین هم نداره، شیشه هم ندارد. دیگه از این لحاظ مکتب ما خیلی پسمانده است. اگر از خیرین محترم دوستان خواهش میکنیم که توجه زیادی به مکتب ما بینماییم. دوستا، قسمی که ما آمدیم به مکتب از نزدیک نگاه کردیم، امکانات و ساختمان و شاگردایش اینجا امروز ما تصویر برای شما گرفتم. این مکتب تقریبا در دوره قبلی اصلا هیچ کمکی به این مکتب نشده، چی از لحاظ قرطاسیه و کتاب، چی از لحاظ امکانات ساختمانی یا حتی همین چای بمبش که در امو اوایل من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب غلام رسول شهرزاد مدیر بر حال مکتب متوسطه شهید قربان علی. خواهش ما، تقاضای ما از دوستان و خیرین محترمی که در داخل چه در داخل افغانستان چه در خارج از افغانستان قرار داره زندگی میکند، خواهش ما این است که هر کس به اندازه توان خود، به اندازه توانی که داره، خلاصه یک مقدار کمک، یک مقدار توجه داشته باشد، چون مکتب متوسطه شهید قربانی وضعیت تعمیرش خیلی فعلا در وضعیت خیلی وخیم و وضعیت خیلی بد قرار داره. خودشون دوستا آشنایان دوستان و خیرین محترمی که در چیز داخل و خارجی قرار دارین زندگی میکنین، از طریق صفحه مجازی فعلا تصویر مکتب مشاهده میکنین. وضعیتی که فعلا در این صنف مثلا که فعلا شاگردای صنف 2 مکتب متوسط شهید قربانی قرار داره، این مشغول تعلیم هستن. خود شما شاهد صحنه از نزدیک از طریق صفحه مجازی میبینید که وضعیت زیر صنف، وضعیت در کل وضعیت خود مکتب بخیر واقعا خراب است. یعنی نمونه یکی نمونه هایش می صنف 2 که فعلا در زیر از چوب سقف از یک پایه زدیم از مجبوری، و روزایی که مثلا باد و باران و بارش چیزا میشه ما مجبور میشیم شاگردان از این انتقال بدیم در یک صنف دیگه، یا مثلا در داخل سالن یا در فرض کنید بیرون، به خاطری که خدای نخواسته کدام اتفاقی ناخوشایند در اینجا اتفاق نیفته که می سردچار یک مشکلی کلان نشویم ما. و در قدم آخر از تمام دوستان و آشنایان و خیرین محترم تقدیر تشکر میکنم و امید ما، یگانه امید ما همین دوستان و آشنایانی که در خارج از کشور قرار دارند و در داخل از کشور قرار دارند همین است که یک مقدار توجهی داشته باشد، چون مکتب متوسط شهید قربانی واقعا وضعیتش خیلی خراب است. یک مقدار توجه شما کنین، یک مقدار توجه از دولت میخواهیم، از وزارت معارف، ریاست معارف که توجه داشته باشه و یک مقداری همین مکتب وضعیتش خوب شنه و شاگردان از این بعد وقتی تعمیر مکتب خوب باشه، تعمیر درست داشته باشه، شاگرد به شوق و ذوق بسیار بالا در مکتب حاضر میشه، در زیر درس استاد حاضر میشه که
وقتی تعمیر مکتب خوب باشه، دروازه خوب داشته باشه، پنجره خوب داشته باشه، تعمیر خوب داشته باشه، فرش و میز و چوکی چیزا خوب داشته باشه، حتما این شاگرد ما 100% مطمئنم که شاگردانم بسیار با شوق و ذوق بالا حاضره که مثلا در مکتب تشریف بیاره و مشغول تعلیم خویش شوند. تقدیر و تشکر شما.